الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين. امروز میخواهم چند مسئله در مورد قربانی صحبت کنیم. عزیزان، اولا که خوب گوش کنین، در گوشتون آویزان کنین، بعد دیگه سوال میتونید. ما در چند بار صحبت کردیم در باره قربانی، باز هم شما سوال میتونید مولای صاحب چه خیلی میشه و چه طریق کنیم. همین ویدیو را برای شما کردیم که شما پهن کنین همین ویدیو را یک با دوستاتون همتون که جایش که نفهمه بعد سوال بتین. واضح روشن مختصر ما ویدیو میکنم میپرتم. شما باید اهمیت گوش کنین. اهمیت نمیتین بعدا میگین که چی میشه. امروز ما صحبت میکنیم که قربانی برای کیا واجبند، برای چی واجب شده، در نزد کدام ائمه، کدام امام سنت مؤکده، در کدام امام واجبه. دوم صحبت میکنیم در موردی که قربانی کی ذبح کرده میشه، پیش نمازی بامداد یا بعد نمازی بامداد یا پیش عید یا بعد عید، که کدامش واجبه، در کدام وقت ذبح کردن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ذبح کرده، انمو ذبیحه قبوله وقتش معین کردن، برای صحبت میکنیم. دوم صحبت میکنیم که قربانی کدام قربانی ها افضل تره، شتر، گاو و گوسپند و بز. بعضی ها میگن که مولای صاحب اگر گوسپند و بز نکردی 10 تا تخم باید بکنی، 15 تا تخم کنی، نمیچی مرغ کنی. گپو نیست، این گپو همش کمپیر گپن، خرافاتن، خیلی گپ نیست. ذبیحه فقط شتر، گاو، گوسپند، بز. بعد سالاشون معین میشه و که چند ساله باید باشن. از امو اگر کم باشه سالاش هم شریعت الحمدلله معین کردگیه که چند ساله باید باشن. بعدا در مورد صحبت کردیم که کسی که اگر عید دید، ماه هلالی ذوالحجه را، ماه ذوالحجه را ماه شدید، یا که 10 روز ذوالحجه را دریافت اولش اراده قربانی کرد، گفتیم که زیر نوف کش، زیر کش و زیر نوف و موی سر و ناخونش نگیره. این را انشالله متنش به عربی میخونیم صحبت میکنیم. عزیزان من گفتیم برای چرا که واجبه نزد ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام عزیز ما و شما، قربانی واجبه. هر کسی که توانی یک گوسپند داره یا گاو و شتره، قربانی واجبه. چرا ابو حنیفه رحمت الله امام عزیز ما و شما دلیل شمی فصل لربک و هر سوره این اتینا را میگیره که شما 2 رکعت نماز بخونید، بعد نهر کنین. نهر منظور از نهر یعنی ذبیحه کنین. ائمه ثلاثه دیگه اماما میگن که سنت مؤکده. ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیلوی میاره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده در صحیح ابن ماجه حدیث 3590 میگه که قال رسول صلی الله علیه و سلم یا ایها الناس، رسول خدا گفت ای مردم، این علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیه او کما قال، گوی مردم بر من و اهل بیت من گفت در هر سال یک اضحیه است، یک قربانی است. یعنی هر این مسلمانی که هر سال عید قربان را میوه انشالله ساق سلامت در میوه، برای او یک گوسپند، یک قربانی واجبه، باید قربانی کنه. همین دلالت میکنه که بر هر سال برای ما و شما عزیزان یک قربانی است. رسول خدا فرمودن در صحیح جامع حدیث 5490 قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان له ساعة لم یضحى فلا یقربن مصلنا او کما قال. من کان له ساعة، فرمود هر کسی، رسول خدا هر کسی یک گوسپند داره، یک قدرتی توانای قربانی را داره، ولم یضحی، پس او را ذبح نمیکنه، نر نمیکنه، قربانی نمیکنه، فلا یقربن مصلا، پس بر جای مصلی بر عیدگاه نیاید. بعضی علما برای اختلاف نظر دارن، بعضی گفتن ضعیفه، بعضی گفتن این حدیث صحیح اومده که هر کسی که قدرت توانیش داره اگر قربانی نکنه و نمازگاه در جای مصلی نیاید. عزیزان من، پس از همین
برمیگیرن که واجبه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث 10980 مسلم 5500 بخاری روایت میکنن. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من ذبح صلاته فلیذبحه فکان اخرى. هر کسی که اگر قبل از نماز، گفتیم که کدام وقت واجب میشه، واجب شدن ذبیحه قربانی قبول شدنش بعد از نماز. انمی حدیثی که بخاری مسلم روایت میکنه، شیخین روایت میکنه، یه حدیث صحیحه. من ذبح قبل الصلاه فلیذبح مکان اخرى. هر کسی که اگر پیش ای نماز قربانی کنه، قربانیش قابل قبول نیست. قربانی باید بشود بعد دی نماز عید. و من کان یذبح حتی صلین فلیذبح اسم الله او کما قال. بخاری مسلم روایت میکنه. عزیزان گفتیم هر کسی که اگر قربانی میکنه تا اگر نماز عید نخونه، قربانیش قابل قبول نیست. خیلی در اینجا علما خیلی مختصر مفتی فقها میگن اگر کسی بودنشین بود در دیه و در صحرا بود، در او حالت میتونه که نمازش بعدی نماز بامداد قربانیش بکنه، در حالتی که در اونجا اگر نماز عیدگاه نباشه، نماز عید برقرار نشد، برای رخصت دادن. و اگر نه تا عید قربان خوانده نشوه، قربانیتون قابل قبول نمیشه. از اون من گفتیم که درباره این ویدیو کرده بودیم روز، اگر کسی تماشا کرده باشه گفته بودیم که هر کسی که اگه اراده قربانی را داره، ای اول ذوالحجه یا ماه ذوالحجه را دید، دیگه موی بدنش نگیره یا ناخنش نگیره، موی سر، ریشت، زیرکش، زینوف. همین حدیث دولت میکنه صحیح مسلم حدیث 1977. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا رأیتم هلال ذوالحجه، وقتی شما یکی از شما اگر ماه ذوالحجه را دید، و اراد احدکم ان یضحی، و اراده کرد که قربانی میکنم، فلیمسک عن شعره و اظفاره او کما قال، پس موی بدنش و ناخناش نگیره. همین حدیث در مسلم دلالت میکنه که اگر این امری مستحب است عزیزان من، ما گفتیم مستحب یعنی کاری خوبه، هر کسی کرد الله نور بالای نور. اگر کسی گفت که مولای صاحب من اراده قربانی را دارم ولی ریش گرفتیم، ناخن گرفتیم، چیکار؟ مشکلی نیست. یگان اشکال در برای قربانیت وارد نمیشه، یگان چی از ثواب کم نمیشه. اگر کردی امر مستحب علی نور بالای نور میشه. الحمدلله ما این اراده قربانی را کردیم، دیگه نه چی گرفتیم، ما مولبون رو پس میکردیم، ناخنمون رو دراز میکردیم. این الحمدلله 3 روز دیگه مونده، 3 روز دیگه صبر میکنیم ان شاء الله بعد قربانیمون، بعد موی سر میگیریم، موی لب میگیریم، ناخن میگیریم. این امر مستحب کسی گرفت ثواب میشه، نگرفت مشکلی نداره. دلیلش همه عزیزان من. یا با همین لفظ در مسلم آمده که 1977 قال رسول صلی الله علیه و سلم اذا دخلت عشره، اوجا گفت اذا رأیتم هلال ذوالحجه، اوجا گفت ماه ذوالحجه را اگر کسی دید، اینجا میگه کسی که دهه ذوالحجه را یافت و اراد احدکم ان یضحی، و اراده کرد که قربانی میکنم، فلا یمس من شعره و بشره شیئا، و یک چیز ایموی بدنش ناخنش نگیره. این با دیگه لفظ اومد. عزیزان من در صحیح ابن ماجه در حدیث 2562 حدیث روایت شده است که 4 چیز اگر در همون قربانی دیده شید جایز نیست که او قربانی را کنی. یعنی 4 عیب اگر در همون دیده شید او قربانی قابل قبول نیست. باید بهترین قربانی را برای پروردگارت بکشی، بهترین مال بکشی. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیح ابن ماجه حدیث 2562 اربع لا تجزى فی اضاحی، 4 چیزی که جایز نیست ذبیحه کردن یا نر کردن یا قربانی کردن اگر همی شید. یکی کور باشه، یا چشمش یک کور باشه، دوم مریض باشه، سوم فلج باشه یا که خراب باشه، چهارم وقت پاش لنگ باشه. این 4 عیب اگر در او دیده شید او قربانی شما عزیزان من قابل قبول نیست. شما بهترینش بکشید، فربه باشه، کور نباشه، فلج نباشه، مریض نباشه، یعنی لنگ نباشه، با همون جای کشتگارشه و جای ذبیحه را خودش با چیزی پای خودش بروه، بهترین شه باید کشتن در کار. انشالله چقدر فربه باشه، چقدر خونش بریزه اون ثواب میگیری، گناهات مغفرت کرده میشه، گوشت و پوست هم میمونه، خیر صدقه زیاد میکنی. در موردی گفتیم که قربانی قبل از نماز نمیشه، بعد از نماز میشه.
صحابه کرام رضی الله تعالی عنه ان جندب ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه که قال شهید نبی صلی الله علیه و سلم میفرماید من شاهد بودم با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یوم النحر، روزی که نحر کردن یعنی روز قربانی، فقال من ذبح قبل ان یصلی فلیعید مکان اخرى. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزی نحر گفت که امروز عید قربان گفت که هر کسی اگر قربانی اراده داره بعد از نماز بکنه، پیش از نماز نمیشه. اینم جندب ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه. و من لم یذبح فلیذبح، کسی که اگر پیش از عید قربانی کرد، پیش از عید گوسفند کش قربانی نمیشه. در این مورد یک روایت مشهوره که یک صحابه اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله دو تا گوسفند داشتم پیش عید، پیش نه امورا قربانی کردم و آمدم، گفت ایامو خوردم و آمدم نماز. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که او هم خریکی تد گوشت تقسیم کرده خورده، او قربانی از گردن ساقی نمیشه، او ثوابه. و گفت یا رسول الله چیکار کنم که قربانی ما قبول شود؟ گفت بعد این نماز عید کشتن در کار بود. گفت یک گوساله دارم، یکی دوستش میدارم، هم قبض گوساله 2 ساله که هم که. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که باید بقاو گوساله چی باشد؟ 2 ساله باشد، شتر 5 ساله، گوسفند 6 ماه، بز 1 ساله. گفت که انا همون قربانی تا اگر کردنی باشی همون بزغاله دوست داشته در برای بکنی و بهتر میشه، برای تو گفت واجب میشه همون را بکشی. بعد میگه رفت همون بزغاله‌اش چیکار کرد؟ کشتر. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم در سلسله الحدیث میگه که اذا ضع احدكم فليأكل من اضحیه او کما قال، هر وقتی که شما قربانی کردین از قربانیتون بخرید سنته. این قدر ثواب ده که قربانی خودت بخری مشکل. اگر قربانی نکنی مولای صاحب میگه قربانی ما ساعت 12 تیار میشه، تو را میکشن تا خود میکنن، تو خلاصه شوربه و گوش بیرونش میگن که 12 میشه، ما تو 12 را بگردم. نه، سنت شمیه خوردن. و اگر نه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی پیش نماز عید رمضان چیکار میکرد؟ عید فطر 2 تا 3 تا خرما یا 7 تا خرما میخورد میرفت. بعد در نماز ضحی یعنی در عید قربان چیکار میکرد؟ برعکس نیت میکرد میرفت نماز میخوند بعد روزش میشکرد. اگر مستحب سنت کسی که از ذبیحه خودش بخوره خیلی ثواب میشه. همین دلالت میکنه که اذا ضحى احدكم، وقتی که شما یک ذبیحه کردین، نر کردین یا قربانی کردین، فلیأکل من اضحیه، پس از اضحیه خودتون بخورید. اضحیه یعنی قربانی خودتون هم بخورین بهتره. در مورد صحبت کردم که مولای صاحب قربانی را شرطه که تقسیم کنی، شرط نیست، اگر کردی بهتره. گفتم حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت مادر المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ازواج مطهرات که دوست داشتنین زنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، عاشق ترین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، گفت که عایشه جان قربانی را گفت تقسیم کردی؟ گفت بله. گفت 2 قسمش تقسیم کردیم، 1 قسمش آوردم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تبسم کرد گفت که آی عایشه جان همون 2 قسمی که تقسیم کردی همین دستگیری روز قیامت میشه و همون شفاعت مون میکنه. اجرکم عند الله، اجری بسیار برای که خیر صدقه کردیم. ای قسمی که خدمت میخریم ای با چی داره؟ سوال جواب داره. ثم لا تسالون یومئذ عن نعیم، سوره احقاف که میپرسه. بهتره تقسیم کنین. در این حدیث روایت میکنه صحیح بخاری، حدیث 5569 میگه قال رسول صلی الله علیه و سلم کلو بخ و اطعم و ادخروا، بتهو ذخیره کن. نگاه که چی میگه؟ بخ ذخیره کن با تقسیمش کن. این حدیث دلالت میکنه که صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ کلو اطعم و ادخروا، شما بخورین، صدقه کنین، ذخیره کنین. ذخیره ببره گوداکود از فلک ده چیکار خیلش که وقتی گوداکود بخواه. اگر اهل بیت زیاد داشته باشین شرط دیسه چیکنه، شرط شایزانی من چند بار گفتم واجبش همیه که همین نهر کردی خون ریخت تک الله انمو را دوست میداره. ملائکه امین فیراد میکنه، نگاه کنید میگه نامش فلانی ابن فلانی ای برای ما قربانی کرد، برای ما یک گوسفند یا شتر نهر کرد. ان برایده از علی رضی الله عنه کان نبی صلی الله علیه و سلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیه حتی یصلی او کما قال. حضرت برایده میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی نمازی گفتیم که وقتی عید فطر عید رمضان میرفت پیش از عید رمضان 7 خرما یا 3 خرما قدر روزش هم میشکید بعد میرفت
کان نبی صلی الله علیه و سلم بود نبی صلی الله علیه و سلم لا یخرج یوم الفطر بیرون نمیشید روز فطر حتی یطعم تا اینکه چیکار میکرد روزش میشکوید بعد سینه چه میرفت طرف ایدگاه میرفت که نماز عید فطر بخونه ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی وقت نمیخورد تا اینکه نماز روزش نمیشکوید تا اینکه نماز چی را نخونه عید قربان نخونه میرفت عید قربان میخوان برعکس در رمضان گفتیم چیکار میکرد پیش نماز عید خواندن روزش هم میشکوید در نماز چیز عید قربان بعد نماز همین حدیث دلالت میکنه که حضرت چیکار میکرد نماز تا نمیخوان حتی یصلی تا نمیخوان روزش نمیشکوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید در صحیح جامع حدیث 6119 در موردی که بسیار برادران سوال میکنن مولوی صاحب ما پوستش فروختم کلا و پوچکش فروختم خونه مده توزه نمیکنن پوست خای فروختم میره فلان دادم یا گوشتش زیادی کرد گوشت فروختم یا که دنبای گوسفند کلانی کرد ما خونه مده نمیخرم فروختیم این چیزا عزیزان درست نیست کسی که اگر یک عضو بدنی قربانیش چه پوست باشه چه پوست و گوشت و روغن باشه چه کلا و پوچکش باشه هر عضو قربانیش فروخت قربانیش قابل قبول نیست چرا همین حدیث دلالت میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیح جامع من باع جلد اضحیه فلا اضحیه له او کما کسی که اگر قربانیش فروخت یگان قربانیش پیش خداوند قابل قبول نیست پس عزیزان من میتونی که کلا پوچکتا بتی یک روزه هدیه کنی بگوی ما میفروشیش میخریش بتیش پوست ما میخیل میتونی یک خیشتای اول خیش به درویش همسایت یک دوستم میگه که پوستای ببر بفروش پولش بگی خودت یکی میگه که ایما کی میخره میتونی که خودت فروشی اموره برای تو قصابی یا که تو میتونی چند بار کدگی فروختگی ایت دوری چیز کلین امیره بفروش پولش خودت صرف نکن بگی امو کم بغل بتی این میشه متوجه میشی نه که اگر دنبرم گفتی که نمیخره خونه مده گرم نزنی بچه دنبر اگر میگه نمیخره دنبر بته بگو که میفروشیش میخریش ما هدیه او با چی کارش کنه او دا چیه حلاله خود دا حلال نیست ان جابر رضی الله عنه قال شهیدت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم او جبیل مصلی حضرت جابر رضی الله تعالی میگه که ما شاهد بدون رسول خدا نمازی در روز عید نماز قربان میگه در همون کشترگاه گوسپند کشتگ میگه فلما قضى خطبه نزل من منبره خطبه گفت نماز عید میخونی بعد خطبه میخونی میتونی نه نماز جمعه چیه اول خطبه بعد نمازه در عید قربان برعکسه اول نمازه بعد خطبه میگه نماز خوند خطبه را چی کرد خطبه را گفت نو پایین شد ای منبر و اوت بکبش فضبه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیادی در بالای گوسپند ایستاد گوسپند کلاش گرفت خودش نماز خواند فرامد گوسپند کشت فقال گفت بسم الله والله اکبر گفت به نام الله الله بزرگ گفت کشتک بعد اداره کرد حاض عنی پروردگار گفت این گوسپند کشتگیم ایمای و ان من لم یذا من امتی و برای کسانی که قربانی ندارن برای اوام یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما چیکار کرد ما هم میتونیم که برای یک پدرمون مادرمون گذشتگانمون برای ما شاهد بدیم که برای حضرت ابراهیم برای اسماعیل برای محمد صلی الله علیه و سلم برای اهل بیت برای خلفای راشدین برای ابو حنیفه یا کشتن برای پدر و مادرشون یک قربانی ده 20 تا گوسپند کشتن چقدر فضیلت داره صحیح ابن عبدالداود 2810 این حدیث دلالت میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز خوان نگاه کنید نماز خوان جابر روایت میکنه که من شاهد بدم اول نماز خوان بعد میگه بعد خطبه را گفت از منبر پایین شد خودش میگه بانو کارچای خودش با دستی خودش ضبط کرد بعد همین دعا کرد پس عزیزان من سنت های انشالله میدونید یک سنت اگر شما انجام بدین چقدر فضیلت داره در صحیح ترمذی از حدیث 1501 حدیث روایت شده است که در مورد اشتراک فی الاضحیه شرکت کردن عبارات بسیار سوال میکنن مولوی صاحب در یک گوشت چند کس داخل میشه در 7 کس در بقره چند کس میشه در شتر چند کس در گوسپند بز یک کس اگر گردن یک کس داخل میشه در چیز گاو و شتر 7 کس در این حدیث روایت میکنه که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم كنا مع رسول الله
صلی الله علیه و سلم فی السفر، ما با همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی روایت میکنه، میگه ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه بودیم در سفر. فحضر اضحیه، عید قربان شد، بعد شتر آوردن، گاو آوردن. فاشتراک کنه فی البقره سبعتون، در گاو 7 کس کشیدیم. ففی البعیر 10، در شتر 10 نفر کشیدیم. یعنی این حدیث عزیزان حدیث نادیره، حدیث کمه، ایره زیاد روایت کردگی نیستن. در بین این اختلاف زیاد بین علما، یک صحیح و مشهورش که 7 کس است. 7 کس در گاو شتر کسی کشته قابل قبول میشه. این حدیث هم روایت کردگی که ما بودیم در سفر با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حاضر شدیم در عید قربان رسیدیم، بعد اضحیه‌مون یعنی قربانی من حاضر شد، ما در گاو 7 کس کشیدیم، در شتر 10 کس. یقال عند الذبح اضحیه، در وقت ذبیحه کردن. سوال میشه مولای صاحب ما قربانی ما میکشم، ما گاو ما شتر ما میکشم، یا که چی ما گوسفند ما بز ما خود میکشم یا قربانی میکنم، چی بگم؟ چی گفتن در کارهای؟ یقال عند الذبح اضحیه، بعد وقتی ذبیحه کردن ده چی بگوی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه بسم الله والله اکبر، بسم الله به نام الله میگوی میکشی، الله اکبر میگوی خدا تو بزرگه، اللهم میگوی پروردگارا این هذا منک ولک اللهم تقبل منی، او کما قال، پروردگارا این از من برای تو و از من پروردگار همین قبول که. معناش همین، اگر عربیش ندونستی همین فارسی همین قبول که پروردگار این قربانی ما بسم الله الله اکبر بگو، والله اکبر بگو، بعد بگو پروردگارا اللهم این هذا منک ولک، پروردگار همین از من برای تو، و اللهم تقبل منی، پروردگار از من قبول بگردون که قابلی قبول شد. این سنت گفتنش چقدر ثواب و اجری بزرگ داره. اگر هم نگفتی هم توجیه کشمی قبول کافیه، بسم الله الله اکبر، پروردگار ایما با خودت قبول کن، تمام، همین ان شاء الله کافیه. کیف یوضع لحم اضحیه، میگه چخل همین گوشت تقسیم کنیم، چیکار کنیم؟ همین را چند قسم کنیم؟ با کی بتیم؟ 2 قسم میتونی بکنی، 3 قسم کنی، فرق نداره، 4 قسم نمیشه، 3 قسم 2 قسم بکن. میگه کی را بتیم؟ در حدیث روایت شده است که یاکل انسان منها، بخره انسان از همین اضحیه‌اش، از همین قربانیش، و یتصدق منه علی الفقراء، یا تقسیم کنه بر فقیر و کمبغل، یتیم و مسکین بیچاره، بر خویش تبر خواهر، هر یک از در یک خانه بیوه است، هر یک خانه در یک خانواده در اپای بیوه داری، زندگیش سخته، دودر خواهر همسایه خویش تبر، میگه همون صدقه کنه. و یهدی من حال اغنیا، و هدیه کنه با یورا گوشبریون کنه، یا که شوربه بدوزه بیا کسی بیا بخره. و تعلفت حبنا، یا میتونه که کسی را دوست میداره بتا، یا که ذخیرش کنه. گفتیم کو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت کلوا اطعموا وادخروا، شما بخورین، هم تقسیم کنین، هم ذخیره کنین، اختیار داری. 3 تقسیمش که بده فقیر و فقرا را، صدقه که گوشبیرون بزرگ کسی بوی کم بغل میاد خونه دا بخره، یا خود قدی گدا کد بخو، مشکل نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحیح مسلم حدیث 1341، ایام تشریق، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایام تشریق ایام کل وشرب واذکر الله، روزهای ایام تشریق، تشریق ایام میدونی نه، همین روزهایی که بعد روز عرفه، بعد بامداد چی گفته میشه؟ ذکر چی را شروع میشه؟ لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، الله اکبر لله الحمد. گفته همین ذکرها را کرده میگیم. ایام تشریق ده بعد از عید قربان تا 13 روز ذوالحجه را تا عصر روزها را ایام تشریق میگه بخورین، اکلی و شرب و ذکر الله، بخورین بنوشین، بعد چیکار کنین؟ ذکر الله را کنین. اینقدر فضیلت داره عزیزان من. روز عیدم وقتی از نماز بامداد خواندیم به عیدگاه رفتین و مسجد عیدگاه، با این راه رفته ذکر کرده بودین لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله ولله الحمد.
همین را 4 باری 3 باری گفتم بگیریم رفتن بگیریم. بعد ای کوچه که رفتیم کوچه دیگری قدیم بیایم صاحب تمام درخت‌ها تمام جو که جانداره که در همین کوچه‌ان میبینن که نماز عید رفته سه فقط دلالت شاهدی میتن که همه نماز عید رفت همه اون طلب مغفرت میکنن ان شاء الله ثوابی بزرگی داره. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اعظم علام عند الله تبارک و تعالی یوم النحر. صحیح ابن ابی داود 1755. رسول خدا میگه ان اعظم ایام عند الله تبارک و تعالی یوم النحر او کما قال. بهترین بزرگترین فضیلتترین روز نزد پروردگار روزی نحر بوده، روزی عید قربان بوده. روزی عید قربان لباسای نو بپوشین، خوشبویی کنین، فسان کنین، الحمدلله قربانیاتون در آغلاتون ببندین، بعد نیت کنین برین نماز عید بخونین، بعد بیان قربانیات بکنین، از قربانیاتون روزاتون بشکنین. این علی نور بالای نور میشه، ثوابی بزرگ میشه. احکام اضحیه، احکام اضحیه کدام حکم قربانی کدامند؟ با کدام مالها نزد پروردگار قربانی میشن؟ زن 60 اشهر یعنی گوسپند 6 ماه باشه، معاف سنتون بز 1 ساله باشه، بقر سنتانی گو 2 ساله باشه. ای 2 ساله بالا باشه، کم نباشه. اگر 1 ساله و 11 ماه شد نمیشه. همین دندانی 2 سالگیش برآمدگی باشه. از اون اهمیت بتیم بسیار در خانه بستگی یک کریم ساله را میکشین درست نمیشه. 2 ساله اگر بالا باشه میشه یا 2 ساله کامل باشه. ایبل بقر شتر 5 سنوات 5 ساله باشه. شتر اگر 5 ساله شید میتونه که او را قربانی کنیم. صفات الاضحیه، صفات های اضحیه سلیمه من العیوب، سلامت باشه از عیب ها، کور کر لنگ خراب نباشه. بلغت سن شرعی، بعد چی باشه؟ با سن شرعی رسیدگی باشه. گفتیم کو گوسپند 6 ماهه، بز 1 ساله، گو 2 ساله، شتر 5 ساله. يبدأ الوقت الشرعي لذبح الأضحية من بعد صلاة العيد في العشر من ذو الحجة. میگه کی شروع میشه وقت همین قربانی؟ بعد نماز عید قربان، بعد در ماه ذوالحجه، در همین 10 ذوالحجه، بعد عید نماز قربان. تا نماز عید قربان خوانده نشوه چیزی قبول نمیشه. یوم النحر، روز النحر، حتی غابت الشمس الاخر ایام تشریق فی الثالث العشر من ذوالحجه او کما قال. تا 13 روز ذوالحجه ای که بعد عید 3 روز دیگه پیش عصر تا عصر میتونی که قربانی. خیلی ندارن در روز عید قربانی کردن پولشون نرسید یا که قربانیشون را نیافتن، بعد 3 روز دیگه وقت دارن که تو عید قربان چیکار کنن. پس عزیزان من خوب گوش کردین، سوال چیزی که نفهمیدین بعد سوال دین. ما ویدیو میکنیم برای که شما گوش کنین بفهمین، ایرا با دیگر رو برسونیم برادراتون. چی مسئله ای که نفهمیدین ان شاء الله بعد سوال کنید. خداوند کریم پروردگار عید ما و شما را به درگاهش قبول بفرماید، ما را به عید برسونه. اینا 2 روز دیگه مون ان شاء الله. امروز بگیم 7 روز ذوالحجه، سایر عملایی که کردیم، کوتاهی کردیم، سستی کردیم، در قرآن خوانی، در نماز جماعت، در ذکر اذکار، در تلاوت قرآن، در خیر صدقه، بر نماز جماعت، تهجد و نمازهای شب نخواندیم. خداوند به درگاهش قبول فرما. هر عملی که ناقص انجام داده ان شاء الله اجرش بزرگه. خداوند ما و شما را نصیب بگردونه. ما و شما را همین جماعت با خانواده عزیز ما پروردگار آمین بگین تا روز سال دیگر نصیب گردد در دین اسلام در صف جانان نگهدار و مدد. خداوند کریم تینجی آماده را در سراسر دنیا خصوصا تاجیکستانی عزیز ما نگهدار. پروردگار تاجیکستان ما را از این آفت‌های آسمانی زمینی، ای سیل و باران و که امروز دیدین 100 تل بارید، 4 ساعت بارید. خدای پروردگار نشانت اگر همین تا سحر بزاید همه جا را میشود. خدا نگه بداره از زمین جنبی و از آفت‌های آسمانی و زمینی. خدای تعالی پروردگار غم مرد بنده ها شب بخیر. خداوند کریم پروردگار نگهدار و مددگار تینجی هم در سراسر دنیا خصوصا تاجیکستان از جنگ جنجال آفت‌ها نگه بداره. فرزندکان پروردگار در خارجن، خدای تعالی پروردگار ساق سلامت به وطن بیارشون. خداوند از آفت‌ها نگهشون بدار. بازم اگر تینجی نباشه برادران
اید کردن نمیتونیم، تینجی نباشه نماز خوندن نمیتونیم، اید نباشه توی تماشا کردن نمیتونیم. اگر تینجی نباشه، اگر ساق سالم نباشیم، در امن نباشیم، یگان خرسندی را کردن نمیتونیم. پس عزیزان من دعا کنید خداوند تینجی امانی را در سراسر دنیا خصوصا تاجیکستانی عزیز ما نگهدار و مددگار باشه. ایدتان مبارک. الله